سلام دوستان، خوش آمده به کانال کدنویس. امروز ما با شما آموزش زبان HTML5 را شروع کردن هستیم و اگر که شما اولین بار است که با کانال ما وارد می شوید، خواهش میکنیم که ابونه شوید و درس‌هایی که در آینده ما ثبت میکنیم در آمده تماشا کرده و خود یگان چیز گیرید. میگذاریم بر درس HTML5. HTML خود HTML چی بودنش؟ HTML از زبان انگلیسی Hypertext Markup Language گرفته شده است، یعنی که به زبان تاجیکی زبان علامتگذاری هیپرمتنی. زبان علامتگذاری برای چی نامیده شده است؟ برای که همه کدهایی که ما در وقت نوشتن کد استفاده می‌بریم همه‌شان با واسطه علامت ها می باشد. هیپرمتنی شاید بسیار از آدم ها ندانند چی بودنش را و من میخواستم که کمی شرح درباره هیپرمتنی به شما بدهم. هیپرمتنی یعنی اینکه وقتی یگان وب صفحه به یک وب صفحه دیگر تعلق دارد، پیوست دارد به هم دیگر و با واسطه زیر کردن یگان دکمه‌چه یا اینکه یگان چیزی دیگر ما میتوانیم با دیگر وب صفحه رویم. این هیپرمتنی میباشد، یعنی اینکه علاقه بین صفحه ها. بعدتر در درس‌های آینده باز خوبتر با اینها آشنا می‌شویم. در عین حال کمی دانستن از آنها کفایت است. و یک چند نکته های مهم که درباره HTML ما باید دانیم. HTML برای چی استفاده می شود؟ برای ساختن مندرجه در وب صفحه ها استفاده برده می شود. یعنی اینکه عکس ها، متن ها، شکل ها و غیره، همه چیزهایی که شما در وب صفحه ها داخل می شود و می بینید، این چیزها چه با زبان HTML ساخته می شود. HTML5 این یکی از ورسیه های HTML می باشد که از ورسیه 1 تا 5 در عین حال HTML وجود دارد و در زمانی ما اگر که خواهیم یگان جا کار درآییم، ما باید HTML5 را دانیم، برای که چیزهای نو در HTML5 آورده شده است و به مانند اودیو، ویدیو و غیره ها که در آینده ما بهتر با آنها شناخته شویم. برای همین ما هم انتخاب HTML5 کردیم. دیگر این چیز که باید نکته مهم این است که برای ساختن مندرجه ها از HTML تگ ها استفاده میبریم. HTML تگ ها چیستند؟ HTML تگ به زبان انگلیسی تگز گفته می شود. HTML تگ ها این کلمه های کلیدی می باشند که معین میکنند چگونه براوزر وب مندرجه را فرمت کند و نمایش دهد. مثلا چه خیلی فهمیم؟ ما در وب صفحه میخواهیم که یگان پاراگراف نویسیم. ما چه خیلی میتوانیم وب صفحه را فهمانیم که وب براوزر را که این چیزی که من داخل میکنم پاراگراف است یا اینکه سر لوحه و غیره است. ما با واسطه HTML تگ ها که کلیدهای معین میباشند، اینها خطی اشاره میکنیم و با وب براوزر میفهمونیم. مثلا با HTML تگ p یعنی اینکه پاراگراف ما میفهمونیم که ما میخواهیم یگان پاراگراف وارد کنیم. با واسطه HTML تگ a ما میفهمونیم که یگان ارتباط ما میخواهیم وارد کنیم در وب صفحه. ارتباط یعنی که سیلکه. و اگر خواهیم عکس وارد کنیم با واسطه HTML تگ ایمیج ما استفاده میبریم و با وب براوزر میفهمونیم. HTML تگ ها دو نوع میشوند: HTML های جفت و تاخ. یعنی چی؟ HTML های جفت یعنی با واسطه به مانند پاراگراف یا اینکه ارتباط، تگ های ارتباط که آغازی دارند و اتمام دارند، یعنی آغاز دارند و تماشوی دارند. مثلا چقدر که شما میبینید تگ پاراگراف با اشارت علامت تقسیم تماشوی پاراگراف را اشارت کرده شده است و همچنین HTML تگ A یعنی ارتباط، ولی HTML تگ های تاق به مانند ایمیج می باشند، تگ ایمیج که آغاز دارند و تماشوی ندارند. و
علامتی تماشایانی ندارن. و میگذاریم و چی HTML های HTML element ها با زبان انگلیسی elements. و HTML element ها این مندرجه بین مجموع تگ آغاز و تگ خاتمه می باشد. یعنی اینکه مثلا ما یک HTML تگ h1 داریم، h1 داریم. یعنی چی؟ یعنی با این تگ ما میخوایم با وب براوزر فهمونیم که ما یک سرلوحه با وب صفحه خود وارد کردن هستیم و این سرلوحه‌ای که ما در بین تگ ها نوشتیم این چی است؟ یک HTML element خودش میباشه. و دیگر مثال مثلا یک متن داریم با واسطه پاراگراف و این HTML element یک متن ما یک HTML element دیگر میباشد. اگر باز ارتباط رو نگاه کنیم در اینجا HTML element ما چی میباشد؟ ارتباط میباشد، چون که با قاعده چخلی که گفته شده است مجموع تگ آغاز و تگ خاتمه میباشد، مندرجه بین آنها. و میگذاریم کمی با کارکرد وب شناس شویم. وب براوزر یعنی که براوزر وقتی که ما شبکه اینترنتی می‌داریم و میخواهیم که به یک اون وب صفحه داخل شویم چی طرز آیا کار میکند، ما همین رو با شما فهمانیم برای اینکه در درس‌های آینده فهمش ما خوبتر باشد درباره این و کارکرد ما بهتر باشد. براوزر وقتی که ما در براوزر در آمده میخواهیم که مثلا به وب صفحه کدنویس نقطه تیجی رویم، در اینجا یک DNS پیدا می شود. کارکرد با DNS، یاردم DNS به ما نیاز می شود. در این حالت DNS چیست؟ من برای اینکه شما خوبتر فهمه باید چی بودن DNS رو فهمونم. DNS یعنی Domain Name System. DNS برای چیست؟ خیلی که شما میبینید در زیر کدنویس نقطه تیجه رقم ها آورده داشته است. این رقم ها IP وب صفحه کدنویس می باشد. کدنویس نقطه تیجه من مثلا نویسم ولی چون IP وجود ندارد برای کدنویس. و وقت در زمان پیش همه صفحه ها به خود IP دارند و دومین DNS در آن زمان وجود نداشت و هر یک صفحه را که شما میخواستید به خاطر گیرید باید رقم های IP آن رو به خاطر گرفته و وارد کرده به اون وب صفحه روید. ولی در رفت وقتی وب صفحه ها زیادتر شدن مردم دیدن که مشکل ها زیادتر شده است و رقم ها را برای به خاطر گرفتن روز به روز مشکل تر شده است و آنها خواستن که دومین نیم ساخته و هر یکی از IP ها یک نام خود معین را دهند تا اینکه مردم از دیده از رقم به خاطر گرفتن نام به خاطر گیرند و آسان تر گردد. برای همین وقتی که ما کدنویس نقطه چی می نویسیم در اینجا دومین نیم رفته این نام دومین نیم ما رو میسنجد آیا همه خیلی دومین نیم هست و اگر باشد چیکار میکند ما رو به طرف سرور روان میکنه و از سرور فایل ها گرفته می شود و با وب براوزر چیکار کرده می شود فرستاده می شود. در این حالتی که پیش از اینکه وب براوزر داخل شود و HTML تگ ها مثلا مانند فایل CSS HTML JavaScript و CSS رو ما در آینده بعد از تمام کردن آموزش HTML شروع میکنیم. در این حال آنقدر مهم نیست. HTML فایل ها آمده درون فایل را گشوده براوزر چیکار میکنه؟ همه تگ ها و دیگر چیزهایی که ما در آنجا نوشتیم کدهای ما رو گرفته و ما در وب براوزر چیکار میکند؟ نشان میدهد. این طرز معماری وب میباشد، طرز کار کرده وب صفحه ها و درس ما با همین به پایان میرسد. اگر شما نفهمی هایی داشته باشید درباره درس لطفا در زیر در کامنتری نویسید
دیده با شما حتما جواب میدیم و اگر چیزهایی که شما هیچ وقت نتونستید اونها رو پیدا کنید درباره کامپیوتر و میخواهید که آن را فهمید، در زیر نویسید، ما حتما ویدیو کرده آموزش یا اینکه فهماندن آن رو خواهیم کرد. درس ما با این به پایان میرسد. تا درس دیگر، خدا نگهدار.